دوستای خوبم، به ایونت مرحله بعدی سیرکل تی سی خوش اومدید. خیلی خوشحالیم که یک بار دیگه در خدمت شما هستیم و با کلی اتفاقات جذاب و جدید که سیرکل تی سی قراره این سرویس های جدیدش رو برای شما معرفی کنه. اتفاقهایی که ما واقعا براشون هیجان زدیم. اما قبل از اینکه بخوایم بریم راجع به دورهای جدید و ویژگی های جدیدی که قراره به سایت سیرکل اضافه بشه صحبت بکنیم، یه فلاش بکی بزنیم به گذشته و اینکه ببینیم توی این سالها چه اتفاقاتی افتاده. 5 سال از مرداد 98 گذشته. 5 سال از روزی که سیرکل تی سی تغییر کرد و دورهاش رو آنلاین کرد. قدمت سیرکل شما میدونید که خیلی بیشتر از این 5 ساله. اما 5 ساله که ما مسیرهای نوینی رو جلوی پای شما عزیزان گذاشتیم. و حالا من افتخار این رو دارم که یک سری اعداد و ارقامی رو اعلام بکنم که به نظرم اعجاب انگیزه. وقتی که 5 سال از یک فعالیتی توی یک بیزینس میگذره، میشه خیلی خیلی بیشتر به اون بیزینس اعتماد کرد. به خاطر اینکه اونها ایستادن، با تمام سختی ها تلاش کردن و حامیان بی‌نظیری مثل شما رو داشتن در کنارشون که یک دایره‌ای رو ساختن که کار میکنه. حالا روز اول سال 98 یک دوره وجود داشت به اسم بلوک های مایا، اونم مایای 201 فقط، که راجع به جنرال مایا و مدل سازی بود. شما با ما اعتماد کردین، با ما گام برداشتین. ما در این سالها بسیار بسیار تلاش کردیم. مدرسین بی‌نظیر و زیادی به مجموعه سیرکل اضافه شدن و تونستیم اعدادی رو بسازیم که اعجاب انگیزن. من دارم راجع به 110 دوره آموزشی صحبت بکنم. 110 دوره آموزشی که خیلی از اونها نمونه خارجی هم نداره. 110 دوره آموزشی که معنا کرده آموزش دنیای سی جی رو به زبان فارسی. اما این 110 آموزش بیش از 1150 ساعت آموزشه. 1150 ساعت نکته، 1150 ساعت درسی که میتونه به شما کمک بکنه تا در رشته مورد علاقتون کار بکنید، تو تخصص خودتون حرفه‌ای بشین و وارد بازار کار بشین. در 10 تخصص و 10 رشته. شما میتونید تو زمینه کالر دوره ببینید. شما میتونید تو زمینه مدل سازی دوره ببینید. تو زمینه انیمیشن جلوه های بصری خلق کنید با نرم افزار هودینی، کامپوزیتینگ با نرم افزار نوک، انواع رندررها رو یاد بگیرید. و از همه مهمتر دوره هایی رو داریم که به هنر میپردازن، به پایه و اساس، مثل هنر رنگ، هنر ترکیب بندی، هنر فیلمنامه‌نویسی، هنر نورپردازی دیجیتال. دوره هایی رو داریم که ریفرنسن، دوره هایی که پایه و اساس رو به شما یاد میدن، مثل رندرینگ 101 که پایه و اساس رندرینگه، یا دوره‌ای که واقعا من اینجا خودم نمونه چه فارسی چه خارجی ندیدم، دوره فرمت ها و کودک ها. در واقع این دوره ها همه حضور دارن تا شما در تخصص های مختلف تو این کار بکنین، در تخصص های مختلف پیشرفت بکنین و به آرزوهاتون برسین. حالا به نظرم پیشنهادم اینه که بریم یک سری ویدیو از آنچه که گذشت از سال 98 تا الان رو ببینیم و بعد با نیکان خبازی خواهیم بود، مدیر هنری سیرکل تی سی، که یه سری اطلاعات جذاب رو میخواد در اختیار شما قرار بده. خیلی هیجان دارم که امروز با محسن موسوی عزیز هستیم در برنامه بریک تایم با فصل جدید برنامه موویپدیا که قسمت اول با شما هستیم. سلام دوستای خوبم. پس از ماه‌ها تلاش بی‌وقفه من و تمام تیم سیرکل تی سی، خیلی خوشحالم که بگم که امروز رسیدیم به نقطه‌ای که شما میتونید مایا بلاکس 202 رو تهیه بکنید. تقریبا سال 1384 85 زمانی هستش که فعالیت‌های آموزشی ما استارت خورده. امروز من میتونم بگم که یکی از رویاهام رو چک مارک دارم میزنم و باورم نمیشه
گفتگو داریم در برنامه بریک تایم با حبیب زرگرپور. خود آرت سنتر که بودم راجع به ILM نمیدونستم. معلمم اونجا گفت راجع به ILM Industrial Light and Magic. اون وقت من آرت سنتر هنوز گریجویت نکرده بودم، هم یه سال مونده بود. استخدام شدم یه شب که روی فیلم کار کنم. قدم هایی که سیرکل تی سی قراره برداره قدم های بسیار بزرگی، همونطور که تا امروز داریم میبینیم که آموزش هایی که قبلا تو ایران به این شکل اصلا وجود نداشتن، به این شکل کامل، ادوانس، واقعی و یه جورایی همون تو خیلی از لایو ها من گفتم بها دادن به آموزش فارسی. یعنی چی؟ یعنی که ما به جایی برسیم که نمیخوام بگم که از آموزش های خارجی بهتر میشیم، اما آموزش فارسی به عنوان یکی از کاتگوری های مهم زندگی هر فردی که بخواد تو این زمینه کار بکنه هم به حساب بیاد که میشه روشون حساب کرد، میشه بهشون پرداخت و میشه از اونها یاد گرفت و پیش رفت. فکر می‌کنم تا امروز سیرکل تی سی این کار رو انجام داده. یعنی گامی که روی مایا ما برداشتیم، گامی که روی نوک استارت خورده، گامی که روی موشنری یا همون C4D و بحث موشن گرافیکس اتفاق افتاده و کلی دوره هیجان انگیز دیگه که در راهه، زیبراش، پایتون و اتفاقاتی که خیلی خیلی مدرسین خوب و کارکشته‌ای که به ما پیوستن و توی این زمینه همراه ما هستن. ما یک تیمیم، کسی بر کسی برتری نداره توی سیرکل تی سی و یک تیم همپارچه در واقع داره جوری پیش میره که بتونه بهترین ها رو برای شما به وجود بیاره. امیدوارم که بازم همراه ما باشین. حمایت شما ما رو کمک میکنه تا بتونیم رو به جلو حرکت کنیم. باز هم میگم در این دایره ما در کنار هم هستیم. ما شبانه روزی تلاش میکنیم، شما ما رو حمایت بکنید و با هم پیشرفت بکنیم. همه با هم در کنار هم برای بهتری. توی 5 سال گذشته توی وبسایت سیرکل تی سی ما بالای 400 قسمت برنامه تصویری تولید و پخش کردیم. برنامه‌های سرگرم کننده و برنامه‌های آموزشی مثل کویک تکس، فست ترک، بریک داون و برنامه‌های جدیدتری که از سال گذشته با لانچ چنل CDC Next در یوتیوب آغاز کردیم پخش اونها رو، مثل گیمولوژی، فصل جدید موویپدیا و پادکست سینسات که خدا را شکر همشون مورد استقبال خوبی از طرف شما قرار گرفته. این برنامه‌ریزی‌ها ادامه داره. ما توی فصل جدید و در کمپین نکست لول برنامه‌های بزرگی رو می‌خوایم که بسازیم و پخششون بکنیم و نیاز به حمایت شما هم داریم. لطفاً همین الان که دارید این ایونت رو توی پلتفرم یوتیوب CDC Next نگاه می‌کنید، اگر ما رو سابسکرایب نکردید لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزنین، زنگوله بغلش هم بزنین که از برنامه‌های جدید ما با خبر بشین. این امید میخوام بهتون بدم که در پایان این کمپین برنامه بریک تایم با فصل جدیدش باز خواهد گشت. یک مصاحبه جذاب برای قسمت اول این فصل با آذین جنتی خواهیم داشت که توصیه میکنم به هیچ عنوان این مصاحبه رو از دست ندید. خب میرسیم به معرفی دوره‌های جدید سیرکل تی سی، دوره‌هایی که بسیار بسیار هیجان انگیزن. امروز من 8 دوره رو معرفی میکنم، 8 دوره‌ای که ما واقعا براشون برنامه‌ریزی کردیم و اتفاقات جذابی رو میشه باشون رقم زد. اولین دوره از یک مدرس بی‌نظیر که واقعا نیازی به تعریف من نداره، امیر عزیزی از سری آموزش‌های موشنری که راجع به ادورتایزینگ و موشن گرافیکس هست. دوره‌ای که قولش رو داده بودیم، یک دوره پروژه محور که بتونین شما با دیدن این پروژه در زمینه تبلیغات و پکیج موشن گرافیکی که شما میتونین توی تبلیغات توی پروژه‌هاتون استفاده بکنید یا حتی ارائه بدید به کارفرماتون، این دوره صحبت میکنه. دوره‌ای که بسیار کاربردی و کاریه و پروژه محور به شکلی که تا حالا وجود نداشته، مخصوصا به زبان فارسی. اینکه شما چه چالش هایی رو باش روبرو هستید زمانی که میخواین یک پکیج موشن گرافیک رو تعریف بکنید تو زمینه تبلیغات و اون رو ارائه بدید به کارفرما. این دوره رو میریم، تیزرش رو میبینیم، برمیگردیم و کلی دوره دیگه است با اساتید دیگه که میخوایم معرفی بکنیم. درود بر شما، امیر عزیزی هستم و با دوره تبلیغات و پکیج‌های موشن گرافیک در خدمتتون خواهم بود.
تصاویری که می‌بینیم نمونه کارهایی هستش که ما توی شرکت دریم باکس انجام دادیم و بعدها من توی شرکت کریتیو کورنر استور توی لس آنجلس انجام دادم، یا کارهایی که به صورت فریلنس توی شرکت‌های دیگه توی شهرهایی مثل میلان، ونکوور، هامبورگ و جاهای دیگه انجام دادم. و تلاش من توی این دوره آموزشی این هستش که تا جایی که میشه تکنیک‌ها و تجربیاتی که توی انجام این پکیج‌های موشن گرافیک داشتم بتونم توی این دوره خدمتتون ارائه بکنم. توی این دوره ما یه مقدار راجع به برندینگ صحبت می‌کنیم، راجع به دیزاین سیستم صحبت می‌کنیم و اینکه چه کمکی به ما میتونه بکنه برای ایجاد یک پکیج موشن گرافیک. با یه سری از تکنیک‌های سینما 4D و افتر افکت آشنا میشیم و در نهایت تمام اینها رو جمع‌بندی می‌کنیم و در کنار همدیگه قرار میدیم. من امیر عزیزی هستم و با آموزش تبلیغات و پکیج‌های موشن گرافیک در خدمتتون خواهم بود و اونجا می‌بینمتون. خب میرسیم به نرم افزار محبوب بلندر. ما تیغه های بلندر رو براش برنامه‌ریزی کرده بودیم. خیلی ها فکر می‌کردن که بعد از اینکه دوره اول بلندر بیرون اومد سیرکل تی سی تقریبا بیخیال شد که بخواد این دوره ها رو ادامه بده، در صورتی که اصلا اینطوری نبود و ما خیلی گسترده برنامه‌ریزی کردیم. بلندر نه تنها این دوره‌ای که من الان می‌خوام معرفی بکنم ادامه ماجراست، بلکه دوره‌های بعدی هم وجود دارن و همون جور که ما برای مکس، مایا، هودینی و کل نرم افزارهای دیگه، نوک، رندررها برنامه‌ریزی داریم، برای بلندر هم برنامه‌ریزی داریم و بلندر دوم یا تیغه دوم بلندر سیرکل تی سی در زمینه تکسچرینگ هست. جایی که شما میتونید کل پروسه تکسچرینگ رو توی نرم افزار بلندر با علی رهبری یاد بگیرین، اینکه اصلا یو وی پروسس رو انجام بدین توی این دوره یاد میگیرین. راجع به یودیم صحبت خواهد شد. تمام پایپلاینی که شما میتونید داشته باشین توی یا پروسه کاری که شما میتونید داشته باشین توی بلندر رو یاد خواهید گرفت. از اون مهمتر شما بعد از پروسه یو وی ارتباط خواهید داشت با نرم افزار سابستنس پینتر. شما از بلندر کاراتون رو خروجی میگیرین، میبرین توی سابستنس پینتر، اونجا کارو فاینالایز بکنید، از اونجا برمیگردید توی بلندر و پروسه کاریتون رو نهایی میکنید. این اتفاق بسیار بسیار بزرگه، به خاطر اینکه دوره اول به شکل اختصاصی راجع به مدل سازی بود و حالا با تکسچرینگ ما یک گام دیگه توی تیغه‌های بلندر جلو خواهیم رفت و بعد طبیعتاً در ایونت های بعدی، دورهای بعدی بلندر هم معرفی خواهد شد. به نظرم الان بهترین زمانه که شما همراه با ما تمام این گام ها رو بردارید. یعنی صبر نکنید که بلندر بشه 10 تا دوره و بعد بخواید از اول کل 10 دوره رو تهیه بکنید. ما داریم جلو میریم، شما میتونید قدم به قدم با ما جلو بیاین و نرم افزار محبوب بلندر رو یاد بگیرید. بریم تیزر بلندر رو ببینیم، برمیگردیم. من علی رهبری هستم، مدرس دوره‌های بلندر سیرکل تی سی. در گام دوم میریم به سراغ مبحث تکسچرینگ. در این تیغه با مفهوم یووی و آنرپ آشنا میشیم. آنرپ حجم‌های ساده رو دنبال میکنیم. در انتها انجام تمرین‌های متفاوت به منظور تسلط به مبحث تکسچرینگ رو خواهیم داشت. در نهایت با پایپلاین انتقال به سابستنس آشنا میشیم. امیدوارم شما رو در این تیغه ببینم. راجع به معین زراعتی میخوایم صحبت بکنیم. هممون میدونیم که قرار راجع به فنی ترین نکات و فنی ترین دوره ها حرف بزنیم. دوره هایی که معین همیشه با یه وسواس خاصی اونها رو برنامه‌ریزی میکنه براشون، طرحش رو میریزه، ضبط میکنه و همه ما میدونیم چقدر کامل و ویژن. معین دوره‌ای که حتی نمونه خارجی نداشته باشه هم زیاد داره، مثل کودک ها و فرمت ها، مثل دوره رندرینگ 101 یا همون 101 که فوق العاده است این دوره و واقعا رندرینگ رو، الگوریتماش رو به شما یاد میده، نه اینکه یک نرم افزار رو صرفا بیاد بررسی بکنه که چه گزینه‌هایی داره یا چه گزینه‌هایی نداره. حالا معین برگشته با 2 تا دوره جذاب دیگه. یکیش دوباره در ریفرنس بلاکس. بلاک های ریفرنس فوق العاده هستند. 2 تا از اونها منتشر شده، فرمت ها و کودک ها، یک دوره و دومیش هم که رندرینگ 101 بوده. اما ماجرا تموم نشده. یه بخشی وجود داره همیشه همه سوال میکنه به نام بلندینگ مودز. به عنوان یک تدوینگر شما با هر نرم افزار تدوینی کار میکنین، به این واژه برمیخورید. با نرم افزار کامپوزیتینگ کار میکنین، به این واژه برمیخورید. با نرم افزارهای گرافیکی مثل فتوشاپ کار میکنین، برای ترکیب لایه ها به این واژه برمیخورید.
خیلی آموزش‌های سطحی براش وجود داره. آقا مثلا بلندینگ مود رو می‌ذاریم رو مالتیپلای، با یه مثالی این میشه، این خروجیشه، این شکلی ممکنه باشه. و چیزی که ما همیشه از آرتیستا دیدیم اینه که دو تا لایر رو با هم دیگه ترکیب می‌کنن، میرن تو قسمت بلندینگ مود، دونه دونه بلندینگ مودها رو تست می‌کنن و میگن اوکی اینجا این خوبه، یا توی پروژه دیگه این خوبه، یا تجربه‌های خیلی سطحی. اما باز ما این برگشته دوره ریفرنس بلاکس و بلندینگ مودز رو برای شما داره. دوره بی‌نظیر که در ادامه موفقیت فرمت ها و کودک ها میتونه یک بار دیگه یک بخش مهم دیگه ای رو از دنیای CGI به شما آموزش بده که دیگه به عنوان تدوینگر، به عنوان کامپوزیتور، به عنوان 3D آرتیست، به عنوان هر چی تکسچر آرتیست این دوره رو باید تهیه بکنین تا یک بار برای همیشه بلندینگ مودز رو یاد بگیرید. اما موین یک دوره دیگه داره، یک سری جدید از سیرکل TC به اسم بلوک های پورتال. یعنی چی؟ یه اتفاقی میفته، خیلی ها شروع میکنن با نرم افزار مثلا افتر افکت کار میکنن، بعد میخوان وارد صنعت بشن، کلی تجربه دارن، اما بهشون میگن شما باید با نرم افزار نوک کار میکنن. خیلی ها نرم افزار 3D استودیو مکس کار میکنن و بعد بهشون میگن مثلا شما باید مایا کار بکنن، یا برعکس با مایا کار میکنن، یه شرکتی به که شما اگه مکس کار میکردی ما شما رو استخدام میکردیم. و این سویچ کردن بین نرم افزارها خیلی وقتا مشکله، به خاطر اینکه افراد نمیتونن خیلی سریع و راحت اطلاعات خودشون رو از یه نرم افزاری بیارن توی نرم افزار دیگه و استفاده بکنن. ما فکر کردیم که یک مجموعه دوره داشته باشیم به اسم پورتال بلاکس یا بلوک های پورتال که به شما کمک میکنه که بتونین خیلی راحت اطلاعاتتون از یه نرم افزار دیگه بردارین و بعد در یک نرم افزار دیگه استفاده بکنین. اولین دوره از پورتال بلاکس اسمش هست After Effects to Nuke. دوره‌ای که برای تمام کسانی هستش که با نرم افزار افتر افکت کار میکنن و میخوان اون اطلاعات و تجربیاتی که توی این سالها توی افتر افکت به دست آوردن منتقل بکنن به نرم افزار نوک. بریم تیزر این دوتا دوره فوق العاده رو ببینیم، برمیگردیم بازم دوره هستش که میخوایم معرفی بکنیم. درود به همین دوستان عزیز، معین زراعتی هستم با دوره Blending Modes Introduction to the Principles and Algorithms. همیشه در انواع نرم افزارهای مختلف ما با لیست بلندی از انواع بلندینگ مودها روبرو شدیم و این سوال برای ما پیش اومده که کدام بلندینگ مود بهترین بلندینگ مود هست و هر کدوم از این بلندینگ مودها چطور کار میکنه. این سوالات رو در این دوره به خصوص بخوایم بهش بپردازیم و در انتهای این دوره شما به راحتی میتونید بهترین بلندینگ مود رو برای کار خودتون انتخاب کنید و کارکرد بلندینگ مودها رو شما یاد خواهید گرفت. درود به همین دوستان عزیز، معین زراعتی هستم با دوره پورتال بلاکس ادوبی افتر افکت تو نیوک 101. دوره‌ای که با استفاده از اون شما میتونید به راحتی از نرم افزار ادوبی افتر افکت به نرم افزار نیوک مهاجرت کنید و از امکانات این نرم افزار برای کامپوزیت استفاده کنید. نرم افزاری که همه شما ویژگی‌های منحصر به فرد اون رو دیدید و همیشه خواستید اون رو تجربه کنید. چه خبری بهتر از این میتونه باشه که حامد قمری یک بار دیگه برگشته، اونم با یه دوره عجیب غریب که فکر نمی‌کنم وجود داشته باشه به این سادگی ها. یک بار دیگه از مجموعه پراجکت X به نام Advanced Pipeline Development. همه ما بدونیم که حامد در کشور کانادا به عنوان کسی که در زمینه development یا توسعه پایپلاین داره کار میکنه، با شرکت‌های بزرگ تجربیات عجیب غریبی رو تو این سالها به دست آورده. از اونجایی که حامد همیشه این اشتیاق رو داره که این تجربیات رو منتقل بکنه به کسایی که توی کشورمون دارن کار میکنن، یک دوره‌ای رو طراحی کرده که میشه توسعه پیشرفته پایپلاین که شما میتونید اون رو تجربه بکنید یه جورایی مثل این که دارید توی شرکت بزرگ کار میکنید. چیزی که به این سادگی ها وجود نداره و همه ما میدونیم چقدر شرکت های ایرانی توی پایپلاین مشکل دارن و یه جورایی به قول خود حامد ما پایپلاین درست حسابی توی شرکت ها نداریم. یعنی من همینجا از تمام شرکت هایی که در ایران تو زمینه انیمیشن، گیم، VFX کار میکنن دعوت میکنم که این دوره رو تهیه بکنن و این دوره فوق العاده رو ببینن. دوره‌ای که حامد تجربیاتش رو منتقل کرده. اما یه موضوعی وجود داره.
حامد دوره‌های قبلیش مثل مای بلاک 205 راجع به پایتون در مایا یا پراجکت اکس پایتون که بیس پایتونه میتونه به عنوان پیش زمینه استفاده بشه تا شما رو آماده بکنه برای این دوره پیشرفته و ادوانسی که توی پایپلاین شما میتونید استفاده بکنید. خیلی راحت و به جرأت میگم همچین دوره‌ای با این سطح از اطلاعات به زبان فارسی که اصلا نداریم، به زبان خارجی هم حالا زبان‌های مختلف این شکلی وجود نداره که یک شخصی که توی پایپلاین داره به این شکل ادوانس کار میکنه بیاد و کلی راز و رمز رو در اختیار شما قرار بده. این دوره میتونه شما رو و کمپانیتون رو نجات بده. بریم تیزرش رو ببینیم و برگردیم. سلام به همه همراهان سیرکل تیسی، حامد قمری هستم. به دوره آموزشی ادوانس پایپلاین دیولپمنت خوش اومدید. توی این دوره پیشرفته مسائل مهم مربوط به کدنویسی پایپلاین رو با هم کار میکنیم. هر چیزی که تا الان از برنامه‌نویسی یاد گرفتین رو توی این دوره تقویت میکنیم و به یک سطح حرفه‌ای میرسونیم. مباحث شیگرایی پیچیده رو حل میکنیم، با لایبراری های مهم پایپلاین آشنا میشیم و محیط نود بیس پیچیده رو با کیوتی با همدیگه درست میکنیم و همینطور خیلی چیزهای جذاب دیگه. امیدوارم که توی این دوره ببینمت. خب برسیم به معرفی دو تا دوره دیگه. این بار مدرسش خود منم و برمیگردیم به مایا بلاک ها. مایا بلاک 10 آخرین دوره بوده که وجود داشته. حالا می‌خوایم راجع به مایا بلاک 11 و مایا بلاک 12 صحبت بکنیم. یکی از بزرگترین معضلاتی که وجود داشت تو پروسه در واقع دوره‌هایی که ما طراحی کرده بودیم، همه چیز در نظر گرفته شده بود، از مدل سازی، تکسچرینگ، لایتینگ، رندرینگ و حتی ما دوره‌های نوک رو داشتیم که مالتی پس کامپوزیتینگ هم اونجا یه جورایی بحث شده بود راجبش. اما همه سوال میکنن که آقای رجبی چرا ما رندر المنت ها رو نمیدونیم؟ ما اگه تو زمینه انیمیشن میخوایم کار بکنیم چجوری اینا رو کامپ کنیم؟ و این تکنیک هایی که مثل LP و اینا وجود دارن چجوری میتونیم این اکسپرشن ها رو یاد بگیریم؟ و کلی بحث های دیگه، یا مثلا لایه بندی رندر چرا تو آموزشان نیست؟ و ما همیشه میگفتیم که این آموزش هم در نظر گرفتیم و ضبط خواهد شد که رسیدیم بهش. مای بلاک 11 اسمش هست Render Elements and Multipass Compositing. اما یه خبر خوب داره. با چی؟ با آرنولد، وی-ری و نوک. یعنی ما توی این دوره رندر المنت های آرنولد رو یاد میگیریم، رندر المنت های وی-ری رو یاد میگیریم، کل ریاضیات پشت اینا رو یاد میگیریم که اصلا چجوری ما باید از اونها استفاده بکنیم و چجوری اینها رو با هم دیگه ترکیب بکنیم. از اون مهمتر لایه بندی رندر رو یاد بگیریم، اینکه چجوری صحنه‌های بزرگ رو بتونیم مدیریت بکنیم و از اون مهمتر وقتی که رندرمون رو گرفتیم چطوری بتونیم اینها رو با هم دیگه کامپ بکنیم به یک روش کاملا اصولی و درست که حالا میرسیم به بخش مالتی پس کامپوزیتینگ که توی نوک بخوایم یاد بگیریم. یک دوره جامع و کاربردی برای همه کسایی که تو زمینه رندرینگ کار میکنن که فکر میکنم یکی از بزرگترین معضلات و مشکلاتی بوده که ما باش دست و پنجه نرم میکردیم، اونم با 2 تا رندرر بزرگ مثل آرنولد و وی-ری. اما ماجرا اینجا تموم نمیشه. مای بلاک 12 خیلی هیجان انگیزه برای خود من به خاطر اینکه ریبوت دوره وی-ری. ما وی-ری رو اگه یادتون باشه به عنوان یک دوره رایگان منتشر کرده بودیم، اما سال 98 الان وی-ری از اون سالها بسیار 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 تغییر کرده و کلی ویژگی‌های ادوانس و عجیب غریب بهش اضافه شده. در کنارش ما پروژه‌ای رو از کیاس گروپ داریم به اسم پراجکت ارینا که داره تو بحث ویرچوال پروداکشن کار میکنه. یعنی ما خیلی سریع قراره که وی-ری و تمام ویژگی‌ها و کامپوننتاش رو توی ویرچوال پروداکشن هم ببینیم. به خاطر همین وی-ری که یکی از سرندرر پر استفاده پایپلاین های وی اف ایکس دنیاست در کنار آرنولد و رندرمن، جاش دیگه داشت خالی احساس میشد در سیرکل تی سی، اون هم مخصوصا بعد از نسخه 6 این رندرر فوق العاده. به خاطر همین ما این دوره رو ریبوت کردیم. از اول همه چیز رو در وی-ری در مایا تدریس خواهیم کرد که جوری خواهد بود که اگر شما با وی-ری میخواین تو نرم‌افزارهای دیگه هم کار بکنید هیچ مشکلی نداره و میتونید از این آموزش استفاده بکنید و وی-ری رو در پایپلاین خودتون
استفاده بکنیم. بریم تیزر این دوتا دوره رو ببینیم، برمیگردیم یک دوره هیجان انگیز دیگه هم داریم که میخوام معرفی بکنم. سلام همه دوستای خوبم، به دوره مای بلاک 11 خوش اومدید. این دوره با نام Render Elements and Multipass Compositing with V-Ray, Arnold and Nuke هست. در واقع جایی که ما میخوایم راجع به المنت های رندر یا همون AOV ها صحبت بکنیم، هم در V-Ray هم در آرنولد، و از اون طرف میخوایم به ریاضیات و منطق پشت اونا بپردازیم، اینکه چگونه میتونن توی پروسه رندرینگ به شما کمک بکنن و جلوی خیلی از اتفاقات و ری رندر شدن ها رو بگیرن، و اینکه این منطق های ریاضیاتی چگونه میتونن تعریف بشن و چگونه در نرم افزار نوک میتونن کامپوزیت بشن. اینکه شما تو بخش AOV بیاین به کدوم AOV ها در یک پروژه نیاز دارین، سلکت هر کدوم از AOV ها برای شما چه پارامترهایی رو به ارمغان میاره، LPE یا Light Path Expression ها چی هن، و همه اینها رو میخوایم تعریف بکنیم و اینکه چگونه میتونیم المان‌های مختلف رندر رو ببینیم، اونها رو در موردشون تصمیم بگیریم، ازشون استفاده بکنیم، هر کدومشون چه کارایی رو برای ما تو پروسه رندرینگ دارن، میگم هم تو آرنولد هم توی V-Ray، و در نهایت بیایم توی نوک و رندر رو که گرفتیم ببینیم که چگونه میتونیم از پس های مختلفی که ما رندر کردیم استفاده بکنیم در کنار هم دیگه، و چگونه میتونیم یه خروجی فوق العاده رو داشته باشیم. در واقع نوک، مایا، V-Ray و آرنولد نرم افزارهایی هستن که توی این دوره استفاده میکنیم. ما نخواستیم دیگه اون رو به دو تا دوره جدا تقسیم بکنیم، کسایی که با V-Ray کار میکنن یه دوره جدا باشه، کسایی که با آرنولد کار میکنن یه دوره جدا باشه. هر جفتش توی یک دوره است و شما میتونید که اتفاقا تفاوت‌های یک رندر بایست و یک رندر آن بایست رو هم در نوع پردازش ببینید که خیلی 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 به شما میتونه کمک بکنه توی پروسه کاری که بعداً توی پروژه هاتون دارید. امیدوارم که همه شما رو توی این دوره ببینم و تک تک این مراحل رو با هم دیگه جلو بریم. سلام به همه دوستای خوبم، به دوره مای بلاک 12 یا همون فوتوریالیسم with V-Ray خوش اومدین. همونطور که میدونید ما تو سیرکل در روزهای اول یک دوره فوق العاده بی‌نظیر از V-Ray داشتیم که رایگان هم بود. یک دوره‌ای که 42 درس داشت و به بخش‌های مختلف V-Ray میپرداخت و خیلی ها رو تو ایران تو زمینه‌های مختلف از معماری تا VFX کمک کرد که هم رندرینگ یاد بگیرن و هم خود V-Ray رو. اما بعد از گذشته 5 سال دیگه فکر می‌کنم زمان این رسیده که ما این دوره رو ریبوت بکنیم و مای بلاک 12 اینجاست که همین اتفاق بیفته. یک توضیح مختصر فقط دادم که V-Ray یک رندر فوق‌العاده قدرتمنده که تو زمینه‌های مختلف از معماری، از بحث طراحی صنعتی تا فیلم و سینماتیک گیم و انیمیشن استفاده میشه. V-Ray تو نرم افزارهای مختلفی مثل مک، سینا 4D، هودینی، مایا، نوک، آنریل وجود داره و میتونید ازش استفاده کنید. هرچند این نرم افزارها بیشتر و بیشتر و بیشتر هم هستن، حتی شما نسخه‌ای برای بلندر دارید و من نوید این رو میدم که انقدر این دوره رو ما کامل داریم طراحی میکنیم که شما با هر نرم افزاری که کار میکنین میتونین این دوره آموزشی رو ببینین و از V-Ray تو نرم افزار تخصصی خودتون استفاده بکنید. در واقع هدف این دوره این هستش که شما در رندر پرقدرت V-Ray به هر آنچه که دوست دارید برسید. از بیس رندرینگ یاد بگیرید، نور پردازی رو یاد بگیرید، ساخت شیدرها رو یاد بگیرید، حتی ساخت شیدرهای کامپلکس و پیچیده رو یاد بگیرید، بتونید هر چقدر که دوست دارید دیتیل و جزئیات رو اضافه بکنید و تمام المان هایی که نیاز دارید در دستان شما باشه تا بتونید تنظیمات مختلف رو انجام بدید. دوربین، فیزیکال کامرای V-Ray، تمام شیدرهای تخصصی V-Ray، تمام اونها رو توی این دوره میخوایم با هم دیگه پیش ببریم و روی پروژه های مختلف کار بکنیم. حالا این پروژه ها میتونه پروژه های داخلی معماری باشه، میتونه پروژه های بحث طراحی صنعتی باشه، میتونه پروژه هایی باشه که به رندرینگ محصولات یا پروداکت مربوطه، یا حتی پروژه هایی که تو بخش VFX بتونه به شما کمک کنه. در واقع یک دوره جامع برای تمام علاقه‌مندان به V-Ray، از ابتدای V-Ray تا تمام جزئیاتی که V-Ray میتونه تو زمینه‌های مختلف به شما ارائه بده. امیدوارم که شما رو در این دوره ببینم و یادگیری این رندر رو در کنار همدیگه پیش ببریم. خب میرسیم به آخرین دوره‌ای که توی ایونت مرحله بعدی سیرکل می‌خوایم معرفی بکنیم.
یک دوره دیگه باز از امیر عزیزی، دوره بسیار بسیار هیجان انگیز که خیلی از ما میخواستن که تو این زمینه سیرکل دوره داشته باشه. دارم راجع به نرم افزار سنت آیز صحبت میکنم. یکی دیگه نرم افزار ترکینگ فوق العاده دنیای ترکینگ که خیلی آموزشی راجبش تو ایران نداریم. دوره‌ای هست از سری آموزش‌های پراجکت اکس به نام Advanced Tracking with SenseEyes. نرم افزاری که انقدر قدرتمنده که میتونه در کنار PF Track و در کنار 3D Equalizer به عنوان یکی از نرم افزارهای قدرتمند دنیای ترکینگ معرفی بشه. اما یه اتفاقی افتاده. همه ما میدونیم یک مقدار دسترسی به 3D Equalizer، دوره‌ای که ما خودمون توی سیرکل تی سی داریم و دوره فوق‌العاده بی‌نظیری است، و نرم افزار PF Track تو ایران یکم سخت شده، ولی SenseEyes به عنوان یک نرم افزار فوق‌العاده قدرتمند خیلی راحت‌تر میتونه در دسترس شما عزیزان قرار بگیره. به خاطر همین یک دوره برای این نرم افزار بی‌نظیر جاش خالی بود. امیر عزیزی یک دوره فوق‌العاده رو برنامه‌ریزی کرده که میریم تیزرش رو میبینیم و برمیگردیم. اما قبل اینکه تیزر این دوره رو ببینیم، من توضیح رو راجع به این دوره‌های جدید بدم. دوره‌های جدید ما در پیش فروش قرار میگیرن. در پیش فروش 10% قیمت اونها کمتر از لحظه یک از پیش فروش خارج میشه. پیش فروش های سیرکل به این معنی نیستش که شما امروز این دوره رو تهیه میکنید و مثلا 20 روز دیگه دوره ها منتشر میشن. نه، اصلا همچین چیزی نیست. به خاطر اینکه ما برای این دوره ها برنامه‌ریزی خیلی گسترده‌ای رو میکنیم و یه مقدار زمان میبره تا همه جوانب یک دوره درست پیش بره و منتشر بشه. حالا من نمیگم قراره مثلا یک سال دیگه دوره ها بیرون بیاد. چند نکته وجود داره. یک، شما با قیمت پایین‌تری اونها رو تهیه میکنید. ما دوره ها رو با استاندارد بسیار بسیار بالا منتشر میکنیم و ممکنه که اختلاف بین خریداری شما تا انتشار دوره ها 2 تا 3 ماه باشه، ولی این به این معنا نیستش که شما دوره رو نمیگیرین یا دیر میشه یا اتفاقاتی غیر از این میفته. به خاطر همین اگر توی پیش فروش تهیه میکنین با صبر بکنید تا انتشار دوره، و اگر دوست دارین میتونین که توی پیش فروش تهیه نکنین، صبر کنین، دوره که منتشر شد با قیمت نهاییش اون رو خریداری بکنین. حالا که این توضیحات رو دادیم، بریم تیزر دوره رو ببینیم و برگردیم. درود بر شما، امیر عزیزی هستم و با آموزش ترکینگ پیشرفته توسط SenseEyes در خدمتتون خواهم بود. این نرم افزار یکی از بهترین نرم افزارهای ترک دنیا هست که توسط بوریس افکس خریداری شده. آموزش ما پیش نیاز ترکینگ نداره، یعنی نیاز است قبلا شما کار ترک کرده باشید، اما دانستن یک پایه سه‌بعدی با توجه به اینکه اسمش اصلا ترک سه‌بعدی هست و یه مقدار از نرم افزارهای کامپوزیت حتما واجب هست، چون ممکنه که مفاهیم یه مقدار براتون عجیب باشه اگر کامپوزیت یا 3D رو باهاش آشنایی ندارید. توی این آموزش ما راجع به این صحبت می‌کنیم که سر صحنه چه کارهایی باید بکنید، چه چیزهایی رو باید در نظر بگیرید که بعداً ترک موفق‌تری داشته باشید. با خود SenseEyes آشنا میشیم در درجه اول، بعداً شروع می‌کنیم باهاش مقدار کار کردن و بعدش بلافاصله میریم سراغ شات‌هایی که خیلی چالش برانگیز هست، چون به نظر من در حین حل مشکلاتی که شات‌های خیلی پیچیده و پرچالش دارن، اگر ما این نرم افزار رو یاد بگیریم میتونه خیلی موفقیت‌آمیزتر باشه و تاثیر بهتری داشته باشه. در مورد آبجکت ترکینگ صحبت می‌کنیم، در مورد سروی دیتا صحبت می‌کنیم یا جمع‌آوری اطلاعات در سر صحنه، یعنی که از عکس‌هایی که سر صحنه می‌گیریم، فیلم‌هایی که سر صحنه می‌گیریم چطوری میتونیم استفاده بکنیم. با نکات مهم و کلیدی ترک سه‌بعدی آشنا میشیم و در نهایت یک چرخه کامل فرستادن یک نرم از نرم افزار کامپوزیت به نرم افزار SenseEyes، از اونجا به نرم افزار سه‌بعدیتون، رندر کردنش و برگردوندنش توی نرم افزار کامپوزیت و تمام نکات مهمی که توی این فرایند خیلی حساس و خیلی حیاتی هست هم آشنا میشیم. خب با این توضیحات بریم سراغ ترک پیشرفته توسط SenseEyes. توی دوره میبینمتون و در خدمتتون خواهم بود. خب برسیم به مهمترین اتفاقی که میخوایم توی این ایونت مرحله بعدی راجبش صحبت بکنیم. دقیقاً جایی که مرحله بعدی سیرکل تی سی هست، جایی که داریم راجع به کلاس های آنلاین همزمان بوت کمپی صحبت بکنیم. کلاس هایی که مرحله بعد سیرکل رو تعریف میکنن، کلاس هایی که دیگه قرار در کنار هم دیگه هفته به هفته کلاس رو جلو ببریم، مطالب و نکات رو تدریس کنیم، شما تمرین کنین، تمریناتون رو بررسی کنیم و به شکلی پروژه محور یک بوت کمپی رو داشته باشیم که ختم میشه به پروژه عملی که شما قراره
انجام بدین. قبل اینکه خیلی کاملتر راجع به این اتفاق هیجان انگیز بخوام صحبت بکنم، بریم یک ویدیویی رو ببینیم و از زبان کسانی که تجربه حضور در کلاس ها رو داشتن نکاتی رو بشنویم، برمیگردیم و من این بحث رو تکمیل خواهم کرد. من سعید صفاردسپولی هستم. من فرهنگ تقوی هستم. 4 ساله که در زمینه لوک دیولپمنت و لایتینگ با شرکت‌های مختلف فعالیت میکنم. محمد عبدی هستم، مدیر و مؤسس استودیوی آسو. سلام، علی جرجندی هستم. توی ایران شاگرد استاد رجوی عزیز بودم. بعدش مهاجرت کردم فرانسه، اونجا ارشد و لیسانس و ارشد هنر خوندم و بعد دوباره مهاجرت کردم کانادا. مصادف شد با دوره پاندمیک و آشنایی من با دوره‌های سیرکل. من رضا اکبری هستم، سوپروایزر استودیو روشنا. یکی از تفاوت‌هایی که بین کلاس‌های حضوری و کلاس‌های آنلاینی که ضبط شده شما دوره رو می‌خرید و نگاه می‌کنید اینه که مستقیما در لحظه وقتی به باگی می‌خورین، مشکلی براتون پیش میاد، با استاد میتونید صحبت بکنین، به جای اینکه حالا کلاس آفلاین رو وقتی می‌بینین باید یادداشت بکنید، با استاد پیام بدین، مکاتبه‌ای داشته باشین و حالا استاد قطعاً شرایطی داره که ممکنه دیرتر بتونه جوابتون بده، اما وقتی که به مشکل می‌خورین در لحظه مشکل پیش میاد، در لحظه رفع میشه و همون لحظه تو ذهن شما جا میافته. شما باید هفته به هفته تمرین به استاد تحویل بدید. یکی از دلایلی که باعث میشد کلاس پیوستگی داشته باشه انجام دادن تمرینا و چک کردن با استاد حمید رجوی بود که باعث میشد کلاس روند خودشو داشته باشه. ببینید یه بحثی که هست توی کار، مباحث دانشش یه چیزه واقعا، اون مباحث زیبایی شناسی و لوک اون شات یا اون پلان یه چیز دیگه است که اینو آدم باید دریافت بکنه توی جمعی که هست. با مثلا یه نکته‌ایه که ممکنه مثلا به ذهن هر کسی نرسه و مخاطبهای دیگه باید اون نکته رو بهت بگن و تو خودت ممکنه متوجهش نشی. این تو اون کلاسه بود و خیلی خوب بود. دوره‌های سیرکل به نظر من قشنگ میتونه رقابت کنه با دوره‌های خیلی معتبر خارجی برای مخاطب ایرانی که معمولا دسترسی هم به این دوره‌های خارجی نداره و با کیفیت خیلی بالا میتونه شما رو آماده کنه برای ورود به اینداستری. خوبی اون دوره‌ها دقیقاً همین بود که لحاظ بیسیک ما یاد گرفته بودیم که چی کار باید بکنیم. به نظر من بیشترین چیزی که خیلی اهمیت داره و این رو عموماً از سمت کسی که تدریس میکنه، اون حالا تخصصی که شما در حال یادگیریش هستین، حالا چه این رشته چه رشته دیگه، اون رودمپی هستش که استاد شما براتون میشینه و میبره جلو و شما باید حالا سر اون ببرین. چون من خیلی از آرتیستا و دوستانی رو دیدم که سالیان سال دارن تو این رشته فعالیت میکنن اما هنوز به اون جایگاهی که میخواستن نرسیدن، چون رودمپ درستی نداشتن، پایپلاین درستی رو پیش نگرفتن و در نهایت باعث شده که از این نرم افزار به اون نرم افزار و از این شاخه به اون شاخه بکنن. میتونیم با طیف گسترده از آموزش‌های زیادی که داره مثل دانشگاه میمونه واقعا سیرکل، میتونید شما بفهمید مثل من که اصلا به چی علاقه دارین. و من در شروع وارد آکادمی MPC شدم به عنوان لایتینگ آرتیست و در حال حاضرم به عنوان سینیور لایتینگ و کامپ آرتیست توی باردل کار میکنم. ما یه تایمی مشخص کرده بودیم در هفته، مثلا یک شنبه بریم توی کافه بشینیم، لپتاپ‌ها رو ببریم و پروژه رو با هم انجام بدیم و سوالاتمون رو اونجا از هم دیگه میپرسیدیم. و این قضیه باعث میشه که شما خیلی سریعتر پیشرفت بکنید. شاید یه حس رقابت هم پیش میاد تو این قضیه که باعث میشه که شما تنبلی نکنید و کار تحویل بدید و سعی کنید کارتون از کار کم کلاسیتون بهتر بشه. توی بحث میشه گفت لغت ددلاین ما فکر می‌کردیم خیلی چیز ساده‌ایه و خب مسئله خاصی نیست، برای اینکه تازه دوره رو شروع کرده بودیم و آشنایی کامل با این قضیه نداشتیم که ددلاین واقعاً به چه صورته، چقدر میتونه جدی باشه و درست و اصولی رفتن پروژه به صورت اینکه همه چیز سر نظم باشه، پایپلاین درست اتفاق بیفته تا در نهایت کمتر به ددلاین پروژه بخوره. حالا چیزی که من توی کلاس‌های استاد رجبی یاد گرفتم این بود که نه صرفاً مدیریت پروژه، مدیریت احساسات، مدیریت ذهنتون که چجوری فکر بکنید که سریعتر به یک ریزالت خوب و نهایی برسید.
فکر کنم توی دوره‌ای که بودم با استاد نزدیک فکر کنم 2 تا 3 تا پروژه فاینال کرده بودیم و اینا رفت تو ریل کار من و هم تیمیام و من هر شرکتی که میرفتم اینو ارائه میدادم، گفت بیا. یعنی من تو پروژه پسر دلفینی بودم، تو پروژه بابای قهرمان بودم، بعد یه پروژه داشتم از کانادا و الانم به عنوان یک نورپرداز در استودیو بنار مشغول به کار هستم. یه تصمیمی که گرفتم این که خودم یک استودیویی رو راه بندازم و بتونم که یه کاری توی ایران انجام بدم. تصمیم گرفتم که بیام یه تیمی رو راه بندازم، تیم تخصصی کامپوزیت رو راه بندازم و کارهای کامپوزیت، هم کامپوزیت بهشون یاد بدم هم کار کنیم. اول اومدم سرچ کردم از بچه های سیرکل سلکت ها رو انجام دادم، یعنی کسایی که توی سیرکل همین دوره های آنلاین رو دیده بودن همونا رو آوردم. یه خوبی که بچه های سیرکل دارن اینه که به هیچ کوالیتی راضی نمیشن، در صورتی که خیلی خوبه، خیلی برای مثلا استودیو، برای کردیت استودیو فوق العاده است، ولی خودشون این وسواس رو دارن و این وسواس رو من میدونم از کجا میاد، از استادیه که بهشون یاد داده این کار رو. من اولین شرکتی که اپلای کردم شرکت اسکای فریم بود برای یکی از پروژه های انیمیشنش که سینمایی انیمیشن بود و برای شروع یک ریل خوب داشتم، کسی که خب هنرآموز بودم و هیچ تجربه‌ای نداشتم، اما با اینکه هیچ تجربه‌ای نداشتم و صرفا هنرآموز بودم 2 دقیقه ریلی داشتم که میشد روش صحبت کرد. یعنی استاد رجبی همیشه حرف خوبی میزنن، میگن اگر کاری میخوای انجام بدی کاری رو انجام بده و اینقدر درست باشه که بتونی روی اون از لحاظ تخصصی صحبت بکنی و توضیح بدی که چه اصولی توش رعایت شده و من این مسئله رو داشتم و توی این 4 سال با شرکت‌های زیادی کار کردم، مثل شرکت اسکای فریم، شرکت الزهرا، شرکت آسو وی اف ایکس. بعد از کلاس ها به عنوان متخصص کامپوزیتینگ سریال خاتون رو با استودیو ایفا همکاری داشتم و بعد از اون موفق شدم خودم به صورت مستقل و تو استودیوی خودمون سریال سرگیجه رو به عنوان سوپروایزر فیلم کار کنم. همه همکلاسی هام واقعا همشون موفق شدن توی این حرفه. خیلی هاشون از ایران رفتن، خیلی هاشون الان تو همین ایران هم خیلی موفقن، مثل عادل آشوری که همکلاس هم بود، الان لید کامپوزیتور یه شرکت قوی توی ایرانه، یا امیر آزوره فکر میکنم الان کاناداست و علیرضا نوشابادی فوق العاده است توی لایتینگ و رندر. اینا بچه‌هایی بودن که اون موقع علی رهبری مثلا یه لایتینگ آرتیست و کامپوزیتور فوق العاده است به نظر من. اینا همکلاسیان بودن که همشون و ما هنوزم باشون کار میکنیم و لذت میبریم از کار کردن کنار هم دیگه. خب صحبت‌های عزیزان رو شنیدیم، کسانی که واقعاً هر کدومشون امروز در VFX ایران حرفی برای گفتن دارن، تو زمینه‌های مختلف دارن کار میکنن، استودیوی خودشون رو تأسیس کردن و به موفقیت‌هایی که دوست داشتن رسیدن. البته این افراد تعدادی از مجموعه افرادی هستن که در سیرکل TC دوره ها رو دیده بودن و به موفقیت دسترسی پیدا کرده بودن. حالا دوباره اون کلاس ها شکل گرفته با روشی جدید و یه مقدار بولت پوینتی که بوت کمپ رو تعریف کنه. یعنی چی بوت کمپ؟ یعنی این که ما قراره کلاس هایی رو داشته باشیم که شما، حالا توضیحاتش هم روی سایت اضافه میشه و شما تو اینا رو بخونید، شما در اون کلاس ها شرکت میکنید، یک بازه‌ای داره، جلسات تعریف شده داره، نرم افزارهایی که قرار تدریس بشه توش، بحثش مشخصه و پیش نیازهایی که شما باید داشته باشید. یعنی به این صورتی که دوره هایی که من راجعش صحبت کردم 110 دوره، هر کدومشو برای هر کدوم از این کلاس های بوت کمپی یک پیش زمینه مهمن که شما دوره ها رو گذرونده باشین تا بتونین توی این دوره ها شرکت بکنید که مستقیما یک پروسه رو با استادی که داره تدریس بکنه جلو برین، پروژه تعریف شده رو انجام بدین و بتونین که برسید به اون نقطه‌ای که مد نظر همه ما هست.
تفاوت‌های زیادی بین کلاس‌های آنلاین همزمان وجود داره با دوره‌هایی که پری رکوردد هستن، اصلا دوره‌هایی که از قبل ضبط شدن. تفاوت‌ها رو از زبان بچه‌ها شنیدین، اما من از مهمترین‌هاش اگه بخوام بگم اینه که این رابطه دو طرفه مستقیمه. این رابطه چالش‌ها و چالنج‌هایی داره که هفتگی باید حتما حل بشه. این رابطه دو طرفه کلاسی به این صورت هستش که ما یک پروژه‌ای رو برای هر کدوم از گروه‌ها تعریف می‌کنیم و این گروه‌ها باید توی یک ددلاین تعیین شده اون پروژه رو تحویل بدن تا بتونن یه ریلی داشته باشن، تا بتونن وارد بازار کار بشن. در واقع همه چیز مهیاست تا شما بتونید با تیم‌های مختلف توی ایران و یا حتی خارج از ایران کار بکنید. همونطور که دیدین استودیوهای مختلفی هم که امروز در ایران وجود دارن، خیلی از افرادی که توی سیرکل آموزش دیدن دارن توی این استودیوها کار میکنن و شما میتونین نفر بعدی باشین که به آرزوتون میرسین و توی استودیوی مورد نظری که دوست دارین به فعالیت میپردازین. اما بهتره بریم یک ریلی رو با هم دیگه ببینیم که این ریل خروجی دانشجوهایی هست یا هنرجوهایی هست که در گذشته توی این کلاس‌ها شرکت کردن و شما میتونید افراد بعدی باشید که همچین نمونه کارهایی دارید. میبینیم و برمیگردیم. خب میرسیم به اولین دوره بوتکمپی که من میخوام راجبش صحبت بکنم. دوره لوک دیولپمنت هست. این دوره تشکیل شده از نرم افزارهای مایا، رندرر آرنولد و نرم افزار سابستنس و نرم افزار نوک. یک دوره جامع و کامل که شما با حضور در این دوره تمام بخش‌های مورد نیازی رو که نیاز دارید یاد میگیرید و میتونید به عنوان یک لوک دیولپمنت آرتیست به شکل حرفه‌ای وارد بازار کار بشید. اما یه نکته ای رو من باید بگم.
بوت کمپ ها به این شکل نیستن که هر موقع که شما بخواید کلاس برگزار بشه. شاید سالی یک بار این اتفاق بیفته، پس فرصت رو از دست ندید. زمانی که ثبت نام این کلاس ها باز میشه حتما سعی کنید که تو اون بازه‌ای که ثبت نام میتونید بکنید ثبت نامتون رو کامل بکنید، چون اگر کلاس رو از دست بدین باید 1 سال دیگه صبر کنید تا اون کلاس اتفاق بیفته. البته دوره لوک دیولپمنت تنها دوره بوت کمپی ما نیست. ما تو زمینه موشن گرافیک، در زمینه تدوین، در زمینه کالر، در زمینه‌های مختلف می‌خوایم این بوت کمپ ها رو داشته باشیم، اما اولیشون لوک دیولپمنت هست که توضیحاتش روی سایت اضافه میشه و شما میتونید ثبت نام خودتون رو انجام بدید. این اتفاق بزرگ 5 سال زیر ساخت نیاز داشت. این اتفاق بزرگ به 110 کورس تخصصی نیاز داشت. این اتفاق بزرگ به بیش از 1000 ساعت آموزش نیاز داشت تا ما بتونیم امروز جایی باشیم که بتونیم کلاس هایی رو برگزار بکنیم که واقعا جدی میتونم بگم نمونه نداره. چرا؟ چون شما یک پایه‌ای رو ساختین، شما یک دوره هایی رو به عنوان پایه، به عنوان ریفرنس به شما معرفی میشه که باید ببینید که 5 سال طول کشیده که ساخته بشن و حالا دوره هایی رو داشته باشید که مستقیما یک نقطه خاص از بازار کار رو هدف بگیرن و شما بتونید پس از یک خروجی درست با نمونه کارهای درست وارد بازار کار بشید. امیدوارم که همتون توی دوره های بوت کمپی سیرکل ببینم و با همدیگه قدم بعدی رو بزرگتر برداریم. خب تقریبا میرسیم به پایان ایونت مرحله بعدی، اما چند تا نکته مونده که من باید بگم. ما در سیرکل تی سی دوره ها رو آپدیت هم میکنیم، یعنی اینجوری نیستش که دوره بیرون بیاد و بعد بگیم تمام. نه اینطوری نیست. تا الان دوره های بسیار زیادی آپدیت شدن، درس های زیادی بهشون اضافه شده و بابت هیچ کدوم از این درس های اضافی شما مبلغی نپرداختیم، به خاطر اینکه دوره ها آپدیت میشن، بروز میشن، با نسخه های جدید همگام میشن و شما میتونید اون درس ها رو هم دانلود کنید و ببینید. 3 تا دوره دیگه هم آپدیت میشه که خواستم اینجا در پایان این ایونت راجبش صحبت بکنم. اولین دوره‌ای که میخوام راجبش صحبت بکنم دوره‌ای که خیلی پرطرفداره، افراد زیادی توی شرکت کردن و شما از من میخواستین که این دوره باز هم ادامه داشته باشه. دارم راجع به مای بلاک 2 صحبت میکنم. دوره آرنولد قراره که آپدیت بشه و درس‌های زیادی بهش اضافه بشن که همگام بشه با نسخه‌های جدیدی که آرنولد داشته. این نکته اول. اما دوره بعدی دوره ریاضیات در هودینی با تدریس نیما قراب عزیزه که آپدیت شده و درساش خیلی زود اضافه میشه به همون دوره و شما زمانی که این دوره رو تهیه کردید از قبل نیازی نیستش که کار جدیدی انجام بدید. توی پلیرتون درس‌های جدید میاد و میتونید دانلود کنید و ببینید. و اما دوره بعدی که آپدیت شده دوره افتر افکت 202 یا دوره دوم افتر افکت برای جلوه‌های ویژه که توسط امیر عزیزی تدریس شده. این دوره هم آپدیتش کامل شده، فقط درساش تو همین روزها اضافه میشه و شما میتونید دانلود بکنید و ببینید. همونطور که قول داده بودیم ما شما رو رها نمی‌کنیم. ما دوره هامون رو آپدیت می‌کنیم، دوره‌های جدید می‌سازیم و از اون ور خدمت جدیدی که سیرکل تی سی داره کلاس‌های جدید بوت کمپیشه که فوق‌العاده میتونه تاثیرگذار باشه. البته تا یادم نرفته یه نکته دیگرم در پایان ماجرا بگم. توی این 5 سال بیش از 5000 نفر از دوره‌های سیرکل تی سی استفاده کردن. اینم میتونه یک عدد شایان ذکر باشه. 5000 نفر در کنار ما در سیرکل خانواده‌ای رو ساختن که همونطور که بچه‌ها هم توی ویدیو گفتن تکون داده صنعت VFX ایران. البته کافی نیست. همونجور که گفتیم ما راضی نیستیم و باید این اعداد بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر بشه. پس بار دیگه اینجا تکرار میکنم شعاری که از روز اول داشتیم All connected in a circle، همه با همیم تا این دایره روز به روز بزرگتر بشه و روز به روز کارهای بزرگتری انجام بدیم. خدا نگهدار.